سلام، یه بازی 10 دقیقه‌ای رپید و من استارت میزنم. بریم با هم بازی رو داشته باشیم. حریفم با D4 بازی رو شروع میکنه، من E5 میکنم. گامبی انگلند خیلی گامبی خوبی نیست، چون در نهایت اگر سفید درست بازی بکنه به نفع سفید میشه. یه مقدار اصلا انجین اندازه یه پیاده به سفید برتری میده. اگر که بعد از اون زد و خوردا، این بعد از که ما این پیاده رو میگیریم، چرا لگ داره بازی، اسب رو بیرون بیاره و با فیل رو خود دفاع نکنه. خیلی لگ داره. بذار من این رفرش بکنم بازی رو، اینم از وضعیت اینترنت ما. خب امیدوارم برطرف شده باشه. داستان اینه که اگه با فیل دفاع میکرد، او چه لگ، ما با فیلش رو آچمز میکردیم و به نفع سیاه میشد. ولی اسب 3-3 واقعا حرکت خیلی عالیه، ولی ما همچنان باید این اسب رو با فیل بهش فشار بیاریم. به اسموه و حالا مثلا رخو بذاره اینجا، وزیر میاد اینجا. وزیر رو گذاشت، چیکار کنیم؟ تعویض وزیر رو یه ایده خوبیه. تعویض وزیر یه ایده است. اسب رو بزنم با فیل بزنه، فیلش رو بزنم، اسب رو بزنم وزیرم رو بزنه، وزیرش رو بزنم، حمله به رخ. زدن اسب بزنم خیلی خوبه. بذار یه بار دیگه نگاه کنم. خب اسب رو بزنم، اگه با فیل بزنه میزنم کیش، سوار جلو میفتم. اسب رو بزنم، اگه بیاد وزیر رو بزنه با فیل وزیرش رو میزنم. رخ رو بذاره اینجا، با فیل پیاده رو میزنم، با اسب بزنه میزنم. فکر کنم حرکت خوبی باشه. فکر کنم وزیرش که گذاشت بلاندر بوده. خب من فیل رو میزنم کیش. متاسفانه وزیرش اونجاست و نمیتونیم رخ رو بگیریم، ولی الان هم دیگه اسبش آچمزه. این پیاده هم که زیر ضرب نیست. الان میشه که ما اسب رو بزنیم تو این پیاده. اسب اینجا، اسب اینجا خیلی کنده. اسب اینجا، اسب اینجا، اسب اینجا. مثلا حرکت جالبی به نظر میرسه. میتونیم خیلی ساده پیاده‌مون رو پس بگیریم، یا اینکه من اسب بذارم اینجا به این پیاده فشار بیارم. اسب اینجا، شاه رو بذاره اینجا. کم کم شاهش رو از قلعه چیکار میکنیم؟ میندازیم. آره زیاد دارم فکر میکنم. طرف 1 دقیقه از وقتش هم نرفته. او من 4 دقیقه از وقتم رفته. خب نیافتیم تو تنگ زمان. خیلی ساده، فقط بازی کنیم. یه سوار جلوییم، تعویض کنیم و بریم جلو، بازی رو برنده بشیم. میخواد چیکار کنه؟ جدی میخواد چیکار کنه؟ به غیر از شاه D1 هیچی نداره و واقعا دفاع میکنه شاه D1. و حداقلش اینه که ما شاه حریف رو از قلعه میندازیم، یک سوار جلوییم، وزیرها تو بازی هن و خیلی سریع میتونیم سوارا رو وارد جریان بازی بکنیم و
حالا بعد از اینکه شاید هم مثلا فیل رو به این شکل بیارمش تو بازی، شاید اینجوری بیارمش تو بازی. پیدا کرد حرکت درست رو، اما چطور دیگه میشه پیشروی کرد؟ میتونم برگردم عقب و خیلی نرمال بازی رو جلو ببرم. او یادم باشه اون اسب دیگه آشمز نیست، اینو حتما یادم باشه، ولی فعلا حمله ای که نمیبینم. چرا داره اسب اینجا رو داره، اسب اینجا رو داره. خب اوکی، به اسبم حمله کرده. من اسبمو اگه بذارمش اینجا بعدن میخوام فیلو اینطوری وارد جریان بازی بکنم اسب بی دفاع میشه. بذارمش اینجا به نظر جالب تر میاد. پنج دقیقه وقت دارم، خیلی وقت تلف کردم. حواسم نبود وزیرشو نمیتونه تکون بده، یعنی من الان فیلم حرکت بدم بیاد پیاده ب رو بزنه، من میتونم رخشو بزنم همراه با کیل، شاهو حرکت بده، رخ خودم زیر ضربه بزنیم پیاده رو. پیاده منفرد وزیر یک کیش اینجا داره، کیش اینجا رو چطور میشه بلاک کرد؟ یا ما میتونیم قلعه نریم؟ شدنیه این کار؟ شاه یکی بیاد کنار. خب حمله کرد به وزیر. حالا ما چه خاکی میتونیم سر خودمون بریزیم؟ کیش داریم؟ نه کیش نداریم. وزیر باید نجات پیدا کنه. وزیر کجا بیاد؟ وزیر بیاد اینجا. آره وزیر اینجا به نظر جالبه، یه فشاری به فیل میاره حداقل. تو وزیر تو، یعنی اگه تکون بدی من فیلو بزنم. به اسبم حمله کردیم، اسب بذارم بیرون، اگه بزنه با وزیر پس بگیرم. یکی پیاده رو بدم جلو شاه بذارم اینجا، جفتشو دفاع کرد، جفتشو دفاع کرد. همچنان حریفم مشکل گسترش داره، به خاطر اینکه خب حالا بعد از این حرکت آیا من میتونم اینجا یه قربانی بدم که تو بزنی و بعد من بیام بزنی؟ به وزیرم حمله میشه. خیلی ساده، اسب رو میگیریم و حواسم کجاست؟ بلاندره دیگه، بزنه دوباره سوار گرفتیم، نزنه سوار گرفتیم، نزنه اسب اینجا داریم وزیر رو میگیریم. خب اسب بیاد اینجا یک کیش بده،
وزیر مدافعشه. خب شاه اینجا رو کیش جدید، شاید هم واقعا کیش خیلی خوبی شاید ندادم. آره حقیقتش کیش زیاد جالبی ندادم. اسب برگرده اینجا حمله کنم به وزیرش. آره و فعلا هم که نداره ده شیشو بزنه. خیلی عالی دفاع شده. اگه به وزیرم حمله کنه من میزنم، اون بزنم دوباره یه پیاده دیگه جلو میفتم. 2 تا سوار جلویم الان و تعویض اتفاق بیفته واقعا به نفعمونه، چون تو آخر بازی میتونیم برنده بشیم. و تعویض هم اتفاق نیفته داستان اینه که ما سوارای بیشتری برای حمله داریم. مشکلمون ولی اینه که خب این حرکتش خوب بود. آیا من یکیش اینجا دارم. آقا من کیش اینجا رو میدم. 3 دقیقه وقت دارم. وای کیش اینجا. حالا اسب اینجا با پیاده بزنه، فیل اینجا پیاده رو میده جلو. ندارم اینو بزنم. اسب اینجا میتونه جالب باشه. نه واقعا نمیتونه جالب باشه. کیش بدم بزنم یه مقدار شایش نااهم میشه. ما یه قربانی بدیم دیگه. 2 تا سوار جلویی انقدر خساست به خرج میدی ابوالفضل. خب من این رخو بذارم توی این ستون. نمیتونه بزنه، اون رخه زیر ضربه، یعنی رخا باید همدیگه رو دفاع بکنن. وزیرش هم تکون بده فیلو میزنم. آماده اینم هستم آقا با اسب بزنم توی این پیاده، تو پیاده ج، و بعد با فیل بیام کیش بدم.
با فیل کیش بدم، شاهو میذاره اینجا ولی ماتی نمیبینم و دو تا رخش هم خیلی خوب دفاع میکنن همه چیز رو. اوکی رخ منو گرفت، ندیدم رخ زیر ضربه، ولی من فیلو با کیش میزنم. تو بازی به این خوبی رو تو تنگ زمان نبازم. چقدر این زمانه داره استرس میده من. و خب حالا بیام بزنم اینو. چاره ای نداره دیگه، باید بزنی تو. وزیرشو بگیرم و از اون شاه ناامن استفاده کنم برای برد بازی. خب اوکی. یکی از رخا تعویض بشه عالی. عالیه. کاملا پرتغالی. خب یه جایی من بتونم. آقا میای وزیر منو بزنی؟ نمیزنه. جالب. خب اوکی. این پیاده رونده ما بخواد جلو بره، این خونه ها رو کنترل کردم، پیاده روندمون جلو بره. بی برو بربینم، بی برو. 16 ثانیه یا اول فصل. 16 ثانیه میبرم. تو 16 ثانیه اوکیه. فیشر نداره بازی. خب اوکی. یکم کیش بدیم، وزیر رو بیاریم جلو. او 7 ثانیه. 7 ثانیه بلاندر نکنم. بردیم. آخیش آقا وضعیت به این خوبی من چقدر گند زدم. بازی چند حرکت شد؟ 57 حرکت یا اول فصل. 57 حرکت. دو تا سوار جلو باشی 57 حرکت جلو دووم بیاره. خب 83 90 هی درصده برمیگرده عقب. وضعیت اینترنت ما رو ببین چند بار سطح. خب 85 عدد خیلی جذاب، واقعا از 90 هم بهتره. حریف 83% اکیوریسیش. دو تا گریت موو داشته، ما یه دونه. حریف یه بلاندر داشته، ما دهد 1900، حریف دهد 1250. بعد بازی نکردیم. خب گامبی انگلند حمله به پیاده و به نظرم سفید تو گامبی انگلند گامبیو قبول کنه ولی بعد تلاش نکنه پیاده رو نگه داره، پس بده پیاده رو. خب داستان اینه که اینجا اگر بیاد با فیل دفاع کنه بلاندره، میایم اینجا داریم فیل رو میزنیم. اگه وزیر رو بذاره بخواد دفاع بکنه میزنیم، فیل رو بزنه کیشومات. داستان اینه. و خب لاینای مختلفی هم وجود داره و کلا بده که با فیل بخواد از رخش دفاع بکنه. اما اسب 3-3 کاملا درست. فیل میاد و وزیر به یکش بلاندر بوده. دقیقا باید چیکار میکرد؟ باید رخ رو میذاشت. لاین اینه که رخ رو بذاره، وزیر بیاد اینجا،
اسب بیاد اینجا حمله به این پیاده، ما بزنیم با کیش چیکار کنیم؟ فیلا رو تعویض کنیم و بعد وزیر رو میتونیم بذاریم اینجا دفاع بکنیم. نمیتونیم چون وزیرش داره این قطر رو کنترل میکنه. حواسم نبود، مجبوریم از قلعه بیافتیم. و این پیاده خیلی فضا گرفته. داستان اینه که ما این پیاده هم شکار میکنیم. این پیاده هم سفید نمیتونه تو این وضعیت دفاع بکنه. ما پیاده میگیریم. فکر کنم سیاه میتونه 2 تا پیاده یا 1 دونه پیاده جلو بیفته. در عوض باید دفاع کنه. سفید میتونه حمله بکنه و سفید نباید تعویض کنه. یعنی اگر که وزیرها تعویض بشن و سوارا تعویض بشن، خب خیلی به نفع سیاه میشه. اینجا انجینم نمیزنه و میاد با فیلش دفاع میکنه. این پیاده هم دفاع میکنه و ببینم سفید قلعه میره آیا. بزنه. با کدوم پیاده باید بزنیم؟ با این پیاده. سفید میتونه قلعه بره. ظاهرا انجین میگه که سفید میتونه قلعه بره. پس یه لاینی که من دیده بودم سفید قلعه نمیرفت چیز دیگه ای بود که الان یادم نمیاد. خب ما سوار گرفتیم اینجا و آوردن اسبم خوب بوده. زدن پیاده چی؟ اونم قابل بازی بوده و که اسب آوردیم عقبم ایده خوبی بود. زدن پیاده هم خوب بود. کیش اینجا شاهو میگه بذار بالا. آره شاه بیاد بالا، اسب بیاد، فیل بیاد، رخا به هم وصل شن. آره این حرکت مقدار اذیت هم کرد. خب وزیر رو برگردوندیم، از این پیاده دفاع کردیم، فیلش آورده، اسب آوردیم، شاهو گذاشته بالا، با اسب زدم، یه سوار دیگه گرفتم. کیش اینجا هم خوب بوده، برگشت اسبم خوب بوده. خب من فکر میکردم اون کیشه خیلی حرکت خوبی نیست. چی میگه انجین؟ میگه این رو خب بیا بزن. خب بزنه چی؟ آها اوکی جالب بود. ندیدم این تاکتیکو. خب شاه گذاشتم بالا، کیش اینجا هم خوب بوده، زدیم، یکی از سوارها رو پس دادیم. بعد رخ اومده اینجا میتونه بزنه. اینجا دیگه من یه دقیقه تایم دارم. اصلا شروع شد، اوورلوکا شروع شد. رخ مفت زده، من زدم کیش، اسب زدم که بیاد تو خونه سفید رنگ، تشویقش کنم بیاد تو خونه سفید رنگ و در نهایت وزیرش رو گرفتم. و این تعویضم خیلی بهم کمک کرد. نباید اینجا تعویض میکرد به نظرم، باید سعی میکرد بازی رو پیچیده نگه داره، ولی این تعویض خیلی بهم کمک کرد که بتونم به آسونی ببرم. اینجا هم داستان اینه که اگر بزنه ما پیاده رونده دور داریم و شاه بهش نمیرسه. فکر میکنم ببینم شاه میرسه. آیا شاه میرسه؟ ولی اینم میدیم جلو بیاد اینجا، اینم میدم جلو بیاد، میدم جلو و اینو بزنه، این میره وزیر میشه. یعنی خب چون پیاده ها زیاده، حتی من شاه هم تکون ندم، آخر نمیتونه این بیاد جلوی 2 تا پیاده رو بگیره و یکیش وزیر میشه. برای همین که بود که وزیر رو گذاشتم اینجا، گفتم بیا بزن، ولی خب نزد. حالا من دیگه شروع کردم اینو روندن و اینجا هم دیگه نمیتونه بیاد رخو بذاره پشت پیاده رونده، چون من همه خونه ها رو گرفتم. 2 حرکت میخواد که این کارو بکنه. و کیش اینجا خیلی خوبه چون شاه میاد کنار و تو بازی هم همینو بازی کرد. حالا انجی میگه شاه بعد میذاشه اینجا و در نهایت ما وزیر میاریم. وزیرها یکیشو میتونه بزنه و به این شکل بازی ادامه پیدا کرد. بهتره شما وزیرتون رو جلوی پیاده ها بذارید. حالا وقتی این حالت پیش میاد که وزیر میاد جلوی پیاده ها، خیلی پیشروی پیاده ها برای حریف سخت میشه و خب اینجا پیاده ها رفته جلو و زده و یکی از این پیاده ها دیگه بالاخره وزیر میشه. حالا این حالت ببین شاه هیچ وقت نمیتونه به وزیر نزدیک بشه و وزیر رو بزنه.
یعنی شما وزیر رو میذاری اینجا، رخو میتونه از گوشه، شاه میتونه به رخ نزدیک رخو بزنه، اما نمیتونه برای وزیر این کار کنه. با خیال راحت، شما خیالت راحته که در واقع این شاه نمیتونه به این وزیر آسیب برسونه، از وزیر نمیتونه رد بشه و این وزیر شاهو کات میکنه، شاهو کاملا کات میکنه. شاه منم که اینجاست و این پیاده میره وزیر میشه. ادامهش هم که پیرموو زدیم و کیشومات اتفاق افتاد. بازی خیلی جالبی بود.